کودکان خردسال به هوای و حال محیط اطراف نهایت حساسند. اگر در خانه جنگ و جنجال باشد یا صداهای بلند و ناراحت کننده، مثلا تلویزیون دائما بلند یا موسیقی ناجور، آنها زود احساس میکنند و عصبانی میشوند. برعکس، محیط آرام و متناسب، یعنی گونه ملائم سرود، آواز مهربانی والدان، خانه بی فشار بیهوده به انکشاف سالم معنوی کودک مساعدت میکند. از این رو تلاش نمایید که در فضای خانه تان تا حد امکان آرامی و حالت پوزیتیو را نگاه دارید. البته زندگی خشک نیست. شاید گاه ما عصبی شویم یا مهمان‌های زیاد آید و غوغا شود. مهم آنکه پس از چنین لحظه ها کودک باز به یک ریجه آرام برگردد. یک ترتیب خوبی تامین کردن آرامی محیط این ایجاد کردن ریجه معین برای روز است. مثلا وقت‌های خواب و بیداری، وقت و ساعت خوراک. اگر این وقتها نسبتاً معلوم باشند، کودک خودش را بی خطر احساس می‌کند. او می‌داند که پس از خوراک وقت بازی است، بعد خواندن، بعداً خواب و این پی در پی به او آرامش می‌بخشد. اگر ریجه کمی خلل یابد، مثال به مهمانی رفتید و وقتی خواب دیر شد، کوشش کنید روز دیگر یا برابر امکان ریجه را دوباره رعایت کنید. محیط آرام به معنای خاموش بودن و هیچ کار نکردن نیست. برعکس، خانه پر از خنده و بازی بوغلاغوله بهترین محیط است برای طفل. آواز خنده و تبسم مادر به کودک احساس می‌دهد که همه چیز خوب است. اگر استرس یا مشکلی دارید، تلاش کنید آن را در نزد کودک به طور حل نشده نشان ندهید. برای مثال، اگر روحاً خسته اید، به جای نشان دادن دلتنگی بهتر است 5 دقیقه دم گیرید یا کسی کودک را نگاه و بین کند. کودک خردسال هنوز مشکلات ما را نمیفهمد، ولی روحیه ما را کاملا حس می کند. پس ما سعی کنیم که در نزد آنها آرامتر و بالیده تر باشیم تا آنها نیز آرام و خوشحال کلان شوند. شما چگونه فضای خانوادگی را برای کودک خود فراهم آورده اید؟ آیا شده است که کودک شما حس کند که شما عصبی یا غمگین هستید؟ چگونه با چنین حالتها معامله میکنید تا محیط آرام را نگاه دارید؟ شرح شما را انتظاریم. سرپرستی برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید، برای تمام عائله.